سلام و روز بخیر باشد بیننده عزیز. امیدوارم که خوب هستید. برنامه نویدی بامدادی است از رادیو آزادی با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. من مولا رجب یوسفی تا 10 دقیقه دیگر در خدمت شما خواهم بود. امروز 13 می است و ساعت در دوشنبه 11. سرخط خبرها: مسلمانان تاجیکستان عید فطر را تجلیل کردند. رئیس جمهور به عائله قربانیان جنگ در مرز اظهار همدردی کرد و چند ناحیه ولایت ختلان دوباره به خطر سیل و آبخیزی روبرو شده اند. امروز در تاجیکستان و بیشتر کشورهای اسلامی عید فطر جشن گرفته می شود. نماز عید فطر در مسجدهای تاجیکستان ساعت 6 صبح 13 می خوانده شد. مسلمانان تاجیکستان بعد از خروج بیماری کووید 19 بار نخست دست جمعانه در مسجدهای کشور جمع آمده عید فطر را استقبال کردند. سید مکرم عبدالقادر زاده رئیس مرکز اسلامی تاجیکستان یا مفتی کشور در حضور صدها نمازگزار مسلمانان کشور را به فرارسی عید فطر تبریک کرد و گفت در این شرایط وظیفه هر یک مسلمان این است که در فکر همگرایی با کلیه کشورهای همسایه باشیم و از تنش‌ها و برخوردها پرهیز نماییم. همزمان به گفته مفتی باید به ضرردیده‌های آفت طبیعی در کشور دست کمک دراز کنیم. مسئولین مسجدهای مرکزی دوشنبه و دیگر مساجد کشور هنگام ورود نمازگزاران رعایت قاعده‌های بهداشتی را سخت نظارت می‌کردند، ولی در داخل مسجدها قاعده های بهداشتی از سوی نمازگزاران کمتر رعایت میشد. بعد از انجام نماز عید مسلمانان تاجیکستان طبق عنعنه به زیارت قبرهای نزدیکانشان رفته سپس به تبریک خویشاوندان و دوستان خود مشغول شدند. این سال نیز از صبح کوچه های دوشنبه پر از کودکان بود که با خلطچه ها به تبریک نزدیکان می رفتند و سوغات عیدانه می خواستند. بینندگان عزیز، همه مسلمانان کشور را به فرارسی عید فطر تبریک می گویم. رئیس جمهور تاجیکستان بعد از تقریبا 2 هفته جنجال خونین در مرز با قرقیزستان به خانواده قربانیان اظهار همدردی کرد. امام علی رحمان روز 12 می در پیام بخشیده به عید فطر گفت به عائله هایی که نزدیکان و پیوندان آنها در نتیجه مناقشه و زد و خورد چند روز پیش در سرحد دولتی بین تاجیکستان و قرقیزستان در حدود شهر اسفره رخ داده به هلاکت رسیدند همدردی عمیق بیان کرده به همه آنها از درگاه خداوند صبر جمیل می طلبم. او به شخصان زخمی و آسیب دیده شفای کامل خواسته است. نزاع در مرز تاجیکستان و قرقیزستان روزهای 28 و 29 اپریل رخ داد. مقامات تاجیکستان تنها روز 6 می تصدیق کردند که در جنجال مرزی 19 کس کشته و 87 کس زخمی شدند. جانب قرقیزستان اعلان کرد که در این حادثه 189 شهروند آن کشور مجروح شده، 36 کس از جمله 2 کودک جان باختند. صادر جباروف پرزیدنت قرقیزستان به خاطر قربانیان مناقشه اخیر در مرز روزهای 1 و 2 می را موتم ملی اعلان کرده بود. در تقریبا 2 هفته اخیر نمایندگان مخالفین تاجیک در خارج چند دفعه رئیس جمهور را برای اظهار همدردی نکردند به عائله قربانیان تنقید کردند. نمایندگان حکومت گفتند که برای ابراز همدردی به خانواده قربانیان رفته بودند و با دستور رئیس جمهور به هر یک خانواده کشته شده ها به مبلغ 70,000 سامانی دادند. دوشنبه و بیشکک یکدیگر را برای آغاز درگیری روز 28 و 29 اپریل عیبدار کرده برای تحقیق حادثه پرونده های جداگانه گشادند. ضمناً معاون رئیس حزب حاکم در تاجیکستان از شهروندان قرقیزستان خواسته است که در روزهای مشکل برای هر دو کشور قوه ها را برای برقراری ثبات در مرز متحد کنند. خیرنسا یوسفی معاون رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان روز 12 می در مراجعه ویدئویی با زبان روسی و قرقیزی گفت مردم تاجیکستان و قرقیزستان باید در صلح و آرامی به سر برند. رهبری حزب خلق دموکراتی تاجیکستان را پرزیدنت امام علی رحمان به عهده دارد. این مراجعت پس از تقریبا 2 هفته زد و خورد مسلحانه در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان صدا داد. در این حادثه از هر دو طرف 10 نفر کشته و صدها کس زخمی شدند. مراجعت خیرنسا یوسفی و نوارهای دیگری بعضی از خبرنگاران رسانه‌های دولتی تاجیکستان در مسئله مرز در حال نشر و پهن می شود که پیشتر مقامات را برای سستی و پاسخ نگفتن به ادعاهای جانب قرقیزستان تنقید کرده بودند. بعضی از شهرنویسان به این ویدیو واکنش کردند. کاربر با نام سعید سارانبایف در یوتیوب نوشته است که مراجعت خیرنسا یوسفی با تأخیر صدا داد.
بارانگری های شدید در منطقه های تاجیکستان ادامه دارد. از جمله در شهر دوشنبه و ولایت ختلان از نیمه شب 13 می بارانگری ها آغاز شدند. هفته‌نامه محلی پیک نوشت ساعت 3 شب 13 می ساکنان شهر کولوب از صدای وهم‌انگیز سیل بیدار شده همه به موضع‌های بیخف داخل автовокзали شهر آمده پناه بردند. به نوشته نشریه سای تبله که از حدود محله های چرمگران پایان، نانبای پایان، سغدیان و چند دیگر محله ها می‌گذرد. امشب پرآب بود و سیل به خانه ها تهدید می‌کند. مقامات در این زمینه حالا شرح ندادند، اما باریدن باران‌های سخت در بالا آب این سای ناحیه شمس‌الدین شاهین سبب آمدن سیل گشته است. ما این موضوع را پیگیری داریم و با دریافت اطلاع بیشتر شما را در جریان می‌گذاریم. بارانگری ها در تاجیکستان از هفته گذشته آغاز شدند. در پی آمدن سیل روز 11 می در سراسر کشور 9 نفر به هلاکت رسیدند. آبخیزی به 15 ناحیه کشور آسیب رسانده است. دسته های رفشن کولوب و خوجند در مرحله گروه جام AFK یا کنفدراسیون فوتبال آسیا 2021 روز جمعه 14 می آغاز می‌یابد اشتراک می‌کنند. در مرحله گروه جام AFK 2021 در منطقه مرکزی در گروه F نایب قهرمان تاجیکستان دسته خوجند شهر خوجند، باشگاه‌های نصف قرشه، جایزه‌دار برنجی قهرمانی ازبکستان و آلتین اسیر اشقابات قهرمانی ترکمنستان و اولای اوش برنده جام قرقیزستان اشتراک خواهند کرد. همه بازی‌ها در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر می‌گردند. با تصمیم AFK بازی‌ها با شرکت خوجند ساعت 21 آغاز می‌یابند. در نخستین دوره مسابقه در گروه F 14 می خوجند مقابل آلتین اسیر ترکمنستان بازی می‌کند. بازی دیگری این گروه میان دسته‌های نصف ازبکستان و آلای قرقیزستان دایر می‌گردد. مسابقه مرکزانیده شده جام AFK 2021 در گروه A از 14 تا 20 می در بیشکک دایر می‌گردد که در آن برنده فعلی جام تاجیکستان روشن کولوب با قهرمان قرقیزستان داردای و نایب قهرمانی ترکمنستان اهل رقابت خواهد کرد. در اینجا بازی‌ها در ورزشگاه به نام دولن امورزوقوف برگزار شده ساعت 19 به وقت دوشنبه شروع می‌شوند. بخش یک روز تاریخ را همکارم خرامان بقازاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 13 می را فرا می‌گیرد. 13 می سال 2005 شهر اندیجان ازبکستان شاهد خشونت‌های بی‌مثل شد. در پی اعتراض‌های گروهی ساکنان از حکم ناعادلانه صاحبکاران در یک دادگاه محلی صدها نفر به خیابان‌ها ریختند، ولی مقامات قدرتی آنها را هدف تیر قرار دادند. مقامات گفتند در این حادثه ها 187 ولی به قول فعالان حقوق زیاد از 1000 نفر کشته شدند. هزارها نفر دیگر زندانی شدند. تنها بعد مرگ اسلام کریمов پرزیدنت سابق نماینده رسمی دادستانی کل ازبکستان گفت حکومت به خطا راه داد. 13 می سال 2016 در تاجیکستان مقام امبودسمن کودک تأسیس شد و رجب ماه بدرالدینова که بعدا نامش حبیب الله زاده شد به این مقام تعیین گردید. منقدان میگویند امبودسمن های تاجیک در رابطه با حوادث داغ جامعه مهر خاموشی به لب زدند، در حالی که باید در سرگه فعالیت های مربوط به دفاع از حقوق انسان باشند. در تاجیکستان تا امروز بسیاری ها بر اینند که به خاطر شفاف و برای جامعه دسترس شدن کاری وکالتداری حقوق انسان این ساختار باید از حکومت جدا و مستقل باشد. 13 می سال 2014 در یک تحقیقات بهداشتی سازمان جهانی تندرستی تاجیکستان را کشوری نامیدند که در آن استعمال مشروبات یا الکل در سطح پایین‌ترین در میان کشورهای آسیای مرکزی قرار دارد. محققان یک دلیل این تمایل را به میل بیشتری مردم به دین ربط می‌دهند. بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانه را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 13 می چنین اعلان کرده است.
بیننده عزیز، برنامه نویدی بامدادی بود که با تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان تقدیم شما شد. خبرهای از این بیشتر رو در سامانه ما و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. تشکر که با ما هستید و خدا نگهدارتان.